بچه ها چطورین؟ خوبین؟ چه خبرها؟ چیکارا میکنین؟ من این چند وقت همش درگیر پروپوزال و مقاله خوندن و اینطور چیزا بودم. روز دیگه امتحانای بقیه دانشکدهام تموم میشه و گفتیم دیگه صرفم تعطیل، از وقت خودمون باید غذا درست کنیم. بعد خبر دادن که نه، صرف قراره همچنان به کار خودش ادامه بده و تو این مدت به کسایی که شهرشون مثلا اینجا نیست همچنان مثلا غذا رو بده. خیلی خوب شد. یعنی اصلا همش این که من چجوری باید خودم بشینم غذا درست کنم، نه اینکه حالا مثلا نتونم یا بلد نباشم ولی خیلی سخته. یعنی اصلا الان دیگه شد فقط آخر هفته ها و دیگه خب لازم نیست ما خودمون غذا درست کنیم. خیلی خوبه. و دیگه خب تو شهرم، یعنی تو شهرکم مثلا میتونیم بریم نون اینا بخریم ولی خب دوره دیگه. مثلا همین از خوابگاه تا شهرک بخوایم بریم 20 دقیقه قشنگ راهه. بعد خب خیلی خستگی داره دیگه، بری فقط نون بخری بیای 20 دقیقه بری. خیلی واسه که خیلی خوشحال شدم از این خبر و غذامون رزرو کردم. الان دیگه تا چهارشنبه هفته بعدشم غذا دارم. خیلی خوبه این شکلی. حالا ویدیوها رو ممکنه با یکم تأخیر بذارم چون که طول میکشه، مثلا تا کارام کنم تا ادیتش کنم یه ذره طول میکشه. دوست دارین از درس خوندن بگیرم؟ یعنی من هنوز نمیدونم، مثلا از اونجا که خب زیاد نیستیم دیگه، مثلا تازه 40 خورده نفریم، همینم خب خیلیه، کم کم بالاخره زیاد میشه، ولی الان 40 خورده نفریم و خب نمیدونم که مثلا ویدیوهایی که درس میخونم و دوست دارین یا نه، یعنی دوست دارین با هم درس بخونیم یا نه. خوشحال میشم که بهم بگین و اینجوری مثلا میتونیم بیشتر با هم درس بخونیم، چون حداقل روی 3-4 ساعت من فقط واسه درس خوندن میره. بعد خب منم مثلا این شکلی انگیزه بیشتری دارم که درس بخونم. خلاصه بهم بگین اگه دوست داشتین. من نمیدونم که دوست دارین یا ندارین. الان خوابم میاد، یعنی چشام باز نمیشه و برم یه نسکافم درست کنم بخورم. بعد امروز غذا باقالی پلو با گوشت بود. ببین من اصلا دوست نداشتم، یعنی قبلا هیچ وقت نمیخوردم، اصلا گوشت چیز مورد علاقه نیست واسه من. بعد یه سری اینجا باقالی پلو رو با زیتون پرورده دادن، انقدر خوشمزه بود من فکرم اشتباه رزرو کرده بودم، چون که یا به خاطر البته زیتون پرورده من دوست نداشتم. اومدم اینجا چون همیشه یه چیزی با غذا میدن، حالا ماست، نمیدونم سالاد، زیتون، بعد یه سری زیتون پرورده بود و دیگه من اینجوری مجبوری خوردم. یه بار دیگه هم اینجوری شد که مجبوری خوردم و از بار دوم به بعد من عاشقش شدم. اصلا واقعا خوشمزه بود. بعد خلاصه که یه سری زیتون پرورده رو با باقالی پلو با گوشت دادن، انقدر خوشمزه بود. من اصلا شد غذا مورد علاقم دیگه بعد از اون. بعدش دیگه هر چی رزرو کردم که بلکه با زیتون پرورده باشه، باقالی پلو با گوشته. بعد دیگه همیشه با سالاد بود دیگه، با سالاد کلم میدنش. اون سری نمیدونم چی بود، استثناء بود. خلاصه خیلی خوشمزه بود، واقعا خوشمزه بود. الان اومدم اینجا غذاهاش، کلا راجع به غذاهای سلف بگم، یه سریاش خوب نیست، یعنی مخصوصا غذاهای خورشتی واقعا زیاد جالب نیست. مثلا غذاهایی که حالا مثلا مرغیه باز یه ذره بهتره معمولا اگه بو نده. بعد غذاهایی که گوشت چرخ کرده داره زیاد خوشمزه نیست. باقالی پلو با گوشت رو خوب درست میکنن. من البته قبلش نخورده بودم و نمیدونم اصلا، یعنی هیچ وقت نخورده بودم، چون اصلا گوشت من نمیخورم خیلی.
مثلا همین اصلا نمیدونم. تو خونه ما مثلا مامانم هیچ وقت نمیخورد، منم نمیخورم. یعنی اینجا امتحان کردم، به نظرم مثلا بد نبود. یعنی مثلا شاید اگه تو خونه خورده بودم، امتحانش کرده بودم یه بار قبلا، میدونستم که مثلا خوشمزه هست یا نیست، ولی به نظرم خب بد نبود. یعنی خوبه، من دوست دارم، مخصوصا با زیتون پرورده. غذاهای در کل کیف اینجا، یعنی اینجا رو دارم میگم. من حالا البته سلفای صف دانشگاه آزادم من قبلا بودم، واقعا دوست نداشتیم، خیلی بدمزه بود. یعنی خب همون موقع هزینه‌ای که میدادم از اینجا بیشتره. مثلا 8 سال پیش، 6 7 سال پیش، چند سال پیش میشه نمیدونم، 94 استارت دانشگاه آزادم بود. بعد غذاهاش خوب نبود، اصلا خوب نبود. یعنی ما همیشه بیرون میخوردیم. آره دیگه، همیشه بیرون بودیم. 2-3 باری سلف خوردیم و خوشمزه نبود. ولی اینجا نمیدونم، بالاخره مجبورم هستیم دیگه. یعنی مجبوریم اینجا غذا بخوریم، نمیتونی خودت همیشه درست کنی دیگه. همینه که هست دیگه به اصطلاح. ولی اوکیه. یعنی تک و توک ممکنه مثلا تو یه روزای هفته خوب نباشه و صبحونه ها خیلی خوبه. اینجا اصلا صبحونه هاش مرکز، چون که نون خیلی خوشمزه‌ای دارن سبزواری ها، مثل اینکه واسه خود یعنی کل خراسانه. نمیدونم، البته میگن که سبزواری ها چون نونشون خیلی خوشمزه است، هر جا میرن با خودشون نونشون رو میبرن. واسه این صبحونه اینجا خیلی خوشمزه است و اصلا چیزایی که درست میکنن، چیزایی که میارن واسه صبحونه، مثلا با نون تازه، یعنی نون تازه شه دیگه. من اون چند باری هم که رفتم صبحونه فقط به خاطر نون تازه میرفتم. یعنی نون تازه پخت میارن تو دانشگاه نونوایی هست دیگه. بعد همونجا صبح میپزن و میارن، خیلی خوشمزه است صبحونه ها رو. یعنی اگه مثلا آدمی هستین که صبح پاشین و مثلا کلاس دارین دیگه، به هر حال کلاس دارین و برین، حتما صبحونه رو مثلا برین سرو بخورید، خیلی خوشمزه است، پشیمون نمیشین. دانشگاه تهران و اینا اینجوریه که شما یه پولی میدی و اون صبحونه یه هفته‌تون رو بهتون پیش میدن. خب این شکلی خیلی بهتره. یعنی دانشجو صبحونه یه هفتهشو پیش خودش داره، لازم نیست مثلا بره سلف و آیا یه روز از خواب بمونه مثلا نمونه، خوبیش اینه. ولی اینجا باید خودت بری دیگه، یه رو بینام فاصله است تا سلف. ولی خب خوبه دیگه، هم یه پیاده روی قبلش دارین هم بعدش هم که ممکن برین کلاس دیگه. و بعدهای شام معمولا ساده تره، ناهارا رو سعی میکنن خیلی بهتر درست کنن، شام ساده تره در کل. ولی خب بد نیستن، واقعا بد نیستن. یعنی فکر غذا و اینا خیلی نیستیم یعنی اینجا، چون اوکیه. ولی خب زده میشیم دیگه. من یه مدت 3 ماه اینجا موندم، نرفتم خونه. یعنی آخراش واقعا حالم به هم میخورد از غذای اینجا، اصلا دیگه نمیتونستم تحمل کنم، واقعا سختم بود، خیلی بد بود که من اصلا دیگه تا یه مدت غذا نگرفتم و همین مثلا برای خودم تخم مرغ اینا میگرفتم، خودم حالا یه چیز درست میکردم، اون پنیر میخوردم ولی غذا رو نمیخوردم. واقعا حالم بد بود، اصلا نمیتونستم تحملش کنم، چون فرق میکنه با غذای خونه واقعا. یعنی طعم و تشخیص میدی که با غذای خونه فرق میکنه و بعد از یه مدت طولانی اذیت میکنه. البته خب آدم عادت میکنه دیگه به هر حال. و اینجا یکم آب شوره که واسه رشد موها خیلی خوبه، موها رو خیلی سریع باعث میشه که مثلا رشد کنن. بعد ولی واسه پوست خوب نیست. کسایی که پوست خوش دارن باید با خودشون مرطوب کننده خیلی قوی بیارن. الان من انقدر پوستم یه سری خوش شده بود، ببین اصلا صدا میداد دیگه، میفهمیدم که این قسمت های پوستم کامل
حالت ترک ترک داشت میشد دیگه در این حد. بعد من محلول چیز زدم، بذار محلول رو بیارم. محلول رو زدم. اوایل روی پوست سرم بیشتر تاثیر میذاشت و باعث میشد مثلا پوست بشه و اینا، و چون واقعا خشکه، من خودم هم پوست خشکی دارم تقریبا. بعدا عکسش رو میذارم. من اینو قبلا به موهام میزدم و اثر میذاشت تا یه مدت، تا دوباره بعد میزدم دیگه بعد یه مدت. ولی موهام خوب شد و زده به پوستم، یعنی تمام پوستم خوش میشه، اصلا افتضاح. بعد اینو زدم رو پوستم، اوکی شدم. خلاصه یکم نرمتر شد پوستم. حالا یه مرطوب کننده هم سفارش دادم بیارن که پوستم بهتر شه. واقعا اصلا تمام اینجا افتضاح بود، انگار که اصلا یه پوست جدا بود. در این حد اینقدر اذیت هم میکرد. کلا اینجا خیلی خشکه، آب و هوای خشکی داره، بعد بارون اصلا زیاد نمیاد، برف نمیاد، ولی سرمای وحشتناکی توی زمستون داره. زمستون ها مثلا احتمالا یه وقتایی نتونید برید غذاتون رو شاما بگیرید، اصلا همیشه باید یه چیزی داشته باشین. خلاصه که غذای صرف اوکیه، اینو می‌خواستم بگم. از این بابت نگرانی نداشته باشید که قرار برید غذای صرف بخورید و این حرفا. اوکی غذاش. بیایم با هم بریم یه آب جوش بذارم که یه نسکافه بخورم، بعدش بیایم ادامه حرفامونو بزنیم. این در خیلی سفته. من ترم اول که اومدم تو این اتاق بودم، 209. اینجا هم آشپزخونه. ما اینجا که هستیم خوابگاه این شکلیه که مثلا یه آشپزخونه واسه کل اتاقایی که وجود داره تو این بلوک هستش. مثلا هلوش 10 تا اتاق تو هر بلوک هست حدوداً، الان دقیق نمیدونم. این 10 تا یه آشپزخونه مشترک دارن و سرویس بهداشتی و اینطور چیزا. و اینجوریه که هر روز تا چهارشنبه میان و تمیز میکنن و پنجشنبه جمعه دیگه نمیان تا شنبه. و خوابگاه‌های خصوصی تقریبا میشه گفت، خوابگاه‌هایی که مثلا اینجا اتاق بهتون میدن، یعنی مثلا حالت یه سویت میمونه. هر کدوم آشپزخونه جدای خودشونو دارن، سرویس خودشونو دارن و شما خودتون باید اونا رو تمیز کنید. و خب از اونجایی هم که خب دانشجویی و اینا سخته دیگه، هر روز کلاس و اینا ممکن نرسید. این خوابگاه‌ها خب بهترن، این شکلی هست. اگه خواستید حداقل مثلا سال اول رو اینجوری بیان. بریم کتری رو بیارم. اتاق رو بهتون نشون بدم ببینید تو چه وضعیتیه. خیلی هم بد نیستا. این 2 تا تختمون خالیه و تختای بالای ما
هم وضع بد نیست.